درود همراهان بوته سبز مانا. امروز اومدم سر این پروژه یه مقدار چمناشو مرتب کنم. گفتم براتون یه ویدیو آموزشی داشته باشم در مورد چمنزن. این یه چمنزن وایکینگ حدود فکر کنم 12 سال 10 ساله داره اینجا به ما خدمت میکنه و ما هم هواشو داشتیم، ازش به خوبی محافظت کردیم. هیچ قطعه‌ایش تا حالا تعویض نشده، فقط اون تیغشه که تیغش هم با سوهان خودمون تیز میکنیم و تعویضش نکردیم. بقیه جاها من که میبینم که چمنزنا خیلی سریع از بین میره، به خصوص زمانی که به کارگر سپرده میشه. چند تا دلیل داره. یکی دلیلش اینه که کارگرها معمولا آموزش نمیبینن و دوم این که کارگرها آموزش پذیر نیستن، یعنی اون چیزی رو که راحتی خودشونه میخوان اون رو اعمال کنن. نکته مهم در مورد چمنزن، این قسمت چمنزن رو نگاه کنید، یه دکمه داره و یه دستگیره داره. شما اول همه باید اون دکمه رو فشار بدید و بعد دستگیره رو جمعش کنید روی دسته اصلی و به این ترتیب دستگاه روشن میشه و شروع به کار میکنه. چرا این سیستم به این صورته؟ برای اینکه زمانی که شما دستتون رو رها میکنید چمنزن خاموش بشه و فرد این امکان رو نداشته باشه که با چمنزن روشن دستشو بکنه لای پروانه و خدای نکرده انگشتش قطع بشه. پس یه نکته مهمی که وجود داره، اگر که به نیروتون حتما این آموزش بدید که از این چطور استفاده کنه و بهش هم بگید که آقا این خراب نمیشه و اگر خراب شد من دوباره همینو تعمیر میکنم، روش کلید نمیبندم. برای اینکه معمولا کارگرها این کارو میکنن، اینو خرابش میکنن، بعد میان میگن که آقا این خراب شد سخت فلانه، یه دونه کلید روش ببند. کلید بستن یعنی که شما ایمنی این دستگاه رو از بین میبری. یعنی اینکه اگر که فردا روزی داره چمن میزنه، داخلش شاخه گیر میکنه، برگ گیر میکنه، اون چمن خیسه، پروانه نمیچرخه، به هر دلیلی این زمانی که روشنه و دیگه حرکت نمیکنه اینو بده بالا و دست کنه توی پروانه‌اش، انگشتش قطع میشه. پس به هیچ وجه نپذیرید که این کلید با کلید دیگه ای عوض بشه.